روز 5 اپریل سال 2022 در مرز ازبکستان با قرقیزستان تیرپرانی صورت گرفته مرزبانان ازبک دو ساکن قرقیزستان را پراندند. خدمات مرزبانی قرقیزستان گفت بنا به معلومات اولیه چند شهروند قرقیزستان در نزدیکی دهه دیره نویه اقصی ولایت جلال آباد با اسبا میخواستند غیر قانونی به قلمرو ازبکستان بارهای قاچاقی را گذرانند. مرزبانان ازبک آنها را در 500 متری مرز دیده امر دادند که بایستند، ولی قاچاقبران اطاعت نکردند. در نتیجه هنگام بازداشت این ساکنان قرقیزستانی بین آنها و مرزبانان ازبک زن و زنی سر زده است و مرزبانها با مقصد حمایت از خود تیر کشیدند. در نتیجه دو شهروند قرقیزستان جراحت‌های مرگاور برداشته به هلاکت رسیدند. قاچاقبران باقی مانده توانستند به حدود قرقیزستان فرار کنند. مرزبانان ازبکستان گفتند که این قاچاقبران می‌خواستند به مبلغ 20,000 دلار آمریکایی مال و محصولات گوناگون را از مرز گذرانند. شام 5 اپریل ساعت 17:55 نمایندگان نهادهای مرزبانی قرقیزستان و ازبکستان به جای حادثه رفتند تا این قضیه را تحقیق کنند. جانب ازبکستان گفته است که جسدهای دو ساکن کشته شده قرقیزستان را برای گور و چوب برمیگردانند. گفته می شود که اینها در اصل زادگان ازبکستان بوده سال 2012 شهروندی قرقیزستان را به دست آوردند، ولی شناسنامه‌های ازبکیشان را نیز حفظ کرده بودند. این نخستین تیرپرانی مرگاور در مرز قرقیزستان با ازبکستان در سال جاری است. اما در مرز قرقیزستان با تاجیکستان امسال الکی چند زدخورد مسلحانه صورت گرفت که در جریان آن دو ساکن اسفره و یک مرزبان تاجیک کشته شده، بیش از 20 نفر از هر دو طرف جراحت برداشتند.